یه شاعر عباسی است به نام ابونواس. بسیار انسان جالب است. اگر خیلی تعبیر جایز باشه میتونیم بگیم که یک شاعر خلیگان بوده است. هم شراب می است، هم زن بازی میکرد نسبت زنها، مثلا قصیده و غزل ها میخوند از برای زنها. روز مأمون عباسی، خلیفه عباسی، یک مجلس تشکیل میکنه، مجلس شعر. اون زمان خلیفه ها، خصوصا خلیفه های عباسی، خیلی با همین چیز فخر میکنن که بینشون با اونا علما نشست و خیز میکنن، نویسنده ها، فقها و اینا. بعد شعر میخوانند خلیفه هم خودش مأمون. اینقدر شاعر هم نبود است، لیکن خیلی دیگه خلیفه است، شاه است. وقتی که شعر میخواند دیگه زال هم دیگر خرسک زنی میکنن، کافکا بهترین، ماشاءالله شعر زبردست خیلی. لیکن خودی مأمون بدونه که هیچ کس اینجا از در شعر داناتر از ابونواس نیست. من میگه ابونواس چه فکر داره؟ میگه ابونواس هم آدم جریء بوده، یعنی با وجود که خلیگران بوده. میگه که این شعری تو که بوی بلاغت نداره، بوی شعر نیست. میگه شعری تو خارش میکنه پیش مردم شرمنده کرد. میگه بری اینه در اغلخانه همراه اسب و خر اونو داره، میبرن 1 ماه یا 2 ماه در همون اغلخانه همراه اسب و خر میمونه. بعد که بعد هم فرصت یادش میزنه مأمون، میگه که با مجلس شعر تشکیل میکنه، باز میخواد که امتحان کنه دوم باره که ابونواس یعنی درس گرفت، تعلیم گرفت، عبرت گرفت، یعنی از این هم نشینی با اسب و خر و با گوسفند و اینا. باز مجلس شعر تشکیل کرد، آمد باز شعر میخونه. خب ابونواس آوردن دیگر، خلیفه با شعرخوانی شروع کرد. میخواست که با دوم باره فکر ابونواس گرفت. همین که 2-3 بیت خوند خلیفه مأمون، ابونواس خز راست طرف اون ملیسا هاش رفت و گفت که کجا میروی؟ تی گفت مأمون ابونواس گفت من با هم اغلخانه میرم، قطعی ما اسب و خراب. خندید گفت من این دفعه بخشیدم. به سبب جرأتش و مقصد چاپلوسی نکردنش. ببین مردا که اذیت کشید، بردن با خر و با اسب بسته موندن، لیکن هیچ مثلا تن نداد که دروغ بگه. یعنی از این قصه البته وقتی قصه میاره بر عبرت هست. یعنی میخوایم بگیم که چاپلوسی یک عادتی بد است که ابونواس اثبات کرد که من گفت هیچ وقت تن نمیتونم به دروغ بگم.